یه دخترک نوشته که من 16 ساله بودم قطعی اوچم خانه دگانش قشلاق رفتیم. همونجا قطعی بچه‌ک شناس شدم. با یه هیله و نیرنگ دلی مرا یافتک. 3 سال گپ زدیم. به هر بهانه قشلاق میرفتیم که این بچه را بینم گفته. بچه را یک از دیگه دفعه کردن. راستی رفته کار کنی من ماندم و عشقی که در دلم بود. قطعی فقط گپ میزد میگفت او دختری را که اوچم میفته منم میگیرم. بعد 2 سال اومدک او دختر گرفت ما باشم دارو خوردم قریب میمردم. ما با قشلاق خانه دکانه اوچم رفتیم. دکانه اوچم خالای بچه بود. بچه هم زنش گرفته اومدک. ما وی را دیدم اوی چشم من نمیشید. سحر ما خانمون اومدنی بودیم وی هم دم تاکسی قطیمون اومده تا خانمون دست ما قپیده اومدگی. ما باشم گریه کده. خانه در رسیدم سخت کسل شدم. خلاصه مرا خانگیمون شوهر دادن. فهمیدم که او بچه صاحب 2 فرزند شده. ما باشم 1 فرزند دارم. شو مرا دوست میدارن که من اولیم در عشق او ماندم. اولیم فکرشم میکنم مرا چی سوید میتین.